Awa Foundation, College of the Needy. کمک های ویژه رمضانی از بنیاد خیریه آوا. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ارادت خدمت تک تک شما دوستداران عزیزی که ما را همین اکنون از چینل یوتیوب آوا فاندیشن تماشا میکنید. امیدوار هستم جور صحتمند و سرحال باشین و رمضان را در این هوای سرد زمستانی با خوبی و خوشی کنار خانواده هایتان سپری کرده باشین. قسمی که شما در تصویر مشاهده میکنید، امروز ما به تعداد 10 نفر فامیل بی‌وضاحت را کمک مواد ارتزاقی مینماییم که این مواد ما شامل آرد، برنج، روغن، بوره، چای، مکرونی می باشد که می رویم به خانه هایشان. و قسمی که شما در جریان هستید، ما در برنامه های رمضانی خود رفتیم به سطح شهر و با فامیل های بی‌وضاحت خود هماهنگی کردیم. فعلا می رویم به خانه هایشان و مواد را برشان تسلیم می نماییم که این همکاری های ما از طرف شخصیت خیر آقای حاجی وحید احمدی رئیس آوا فاندیشن می باشد. خب دوستای عزیز، ما در نزدیکی خانه یکی از نیازمندان قرار داریم و میریم امرایشان صحبت‌های خود را ادامه میدیم. شما بیننده ما باشید. نزد نیازمندی قرار داریم که بیشتر از زبان خودشان آگاهی پیدا می‌کنیم. شما بیننده ما باشید. سلام خاله جان. السلام علیکم بچه، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ بخیر سلامت باشین. میشه که بر ما بگین که شما فعلا در کدام وضعیت به سر میبرین؟ ما فعلا بچه 4 دانه دختر دارم، یک دانه بچه 13 ساله دارم، یک دیگه بچه که در روی بازار کار میکنه. خودم هیچ سرپرست ندارم. شوهرم سکته مغزی کرده، از یک بدن فلج است. در اینمی خانه میشینم، 500 کرام تو کارشانم میکنم. دمی سر زمستان اینجا کوچ آمدیم، پیش از او دمی سر قبرا میشیشتمک بالاتر میشیشتمک اونجا 2000 کرام میدادمک دیگه نمیتونستم پوره که در روز جنگ غال مغال. این همیجا یک کسی مرا گفت و کار ضرورت دارن، میگه کار خانه من گفت 1500 کرام بده. 2 خانه را دادم، مرا اونجا یک خانه بود دیگه. این همی رمضان مشاق قدر نان خشک قدر چای. این همی خانه من زندگیمون دستر خانه که این همی خانه است دیگه. اگر چیزی یاب چه و گاز چیز کسی کمک کنه که این اونجا بخوری که من روشن میکنم، نشهید نمیکنم بچه. امروز ما از طرف بنیاد خیریه آوا فاندیشن بر شما کمک مواد ارتزاقی کردیم که انشالله در برنامه های بعدی و در کمک های بعدی هم برای شما یک توجه می داشته باشیم. اگر شما کدام گفتنی برای کسی که کمک از طریق بنیاد خیریه آوا کرده کدام گفتنی داشته باشین، کمره ما در خدمتتان است. میگم لایار کسی که به من کمک میکنه، خداوند کتش کمک کنه. به هر نیت مرادی که کمک کرده، خداوند به نیت مرادش برسانه. ادامه برنامه از دوستان عزیز به سراغ یکی از خانه های کسانی که نیازمند هستند قرار داریم. بیشتر از زبان خودشان میشنویم. شما بیننده ما باشید. السلام علیکم. خوب هستی پدر جان؟ صحت خوب است؟ خوب است خاله جان؟ صحت خوب است؟ بخیر هستین؟ رمضان چطور میگذره؟ باشه که تیر میشه دیگه. فقیره و بیچاره با سختی مشکلات های دنیا تیر میشه. بیار شکر جان ما جور باشه. میشه که شما ما را از وضعیت فعلیتان با خبر بسازین که شما در کدام وضعیت به سر میبرین؟ رمضان رو چطور سپری میکنین؟ آنها دیگه بیادر جان کرایی است. مشکلات ما سخت است. این شاورم از کراچیوانی میکنه، کار غریبی نیست دیگه. روزگار ما بسیار با مشکل تیر میشه. خیر ببینید، زنده باشید. شما ما را کمک میکنه. ما اصلا خوش هستیم. خدا خوش باشه که دست ما غریبا را میگیره. خود ما مریض هستم. این طفلک ما قلبش درد میکنه. چند ماه شده که میگم پیش دکتر بر معاینه نکردیم. این کراچیوانی میره کارش نمیشه، میره دیگه این خانه رو کرا میده.
از چی وقت به این سو این تفلکتان سراغ قلب این پیدا تفلک شد؟ ما که بود از همی اول که به دنیا آمد 30 روزش سرش فهمیدیم قلبش میکرد اما این های از پیش ما گم شده این پشتکشی چیز دیگه 3 سال شد که ما پیش دکتر پس نبردیم از این بی پیسگی. خداوند که ایتان خوبی کنه همیشه و خداوند این صدقاتتان خداوند دنیا و آخرت که ایتان خوبی کنه همیشه و کامیاب باشه خوش باشه. ما امروز از طریق هوا فاوندیشن با رهبری آقای حاجی وحید احمدی شما را کمک مواد ارتزاقی نمودیم. اگر شما کدام گفتنی به خدا اشتراک داشته باشین که امری ما در خدمتتون است. دعا بکنیم خدا سلام خاله جان، خوب هستی؟ علیکم السلام یادرک خوب هستی؟ زنده و سلامت باشین. میشه که شما خدا بر ما معرفی کنین و از وضعیتتان بگین که در کدام وضعیت به سر میبرین؟ یادرکم خیلی دیگه که اینجا شاور مریض است چیزی کار نداریم اشتکاکایم خورد ریز است دیگه توانایی هیچ چیزا نداریم. یادرکم تو قریب بیچاره هم از شرکت 2 سال 2.5 سال است که اینجا ماجرا هستیم خانم است ما نیست کرای خانه چیز بسیار دیگه با مشکل مواجه هستیم. بیادرک این حالی ایداد نیست بیاد اشتکاکایم خورد است جای رفتم نمیتونم زن جهان هستم نقم. بیادرک وقتی که شوهرتان بیکار است پس مصارفتان نمی نان یکم نان نه بیادرکم نه کسی نیست دیگه این نانکای می همسا است اینجا گه کفته میکنم از همین روز روزگار دیگه به یک سختی پیش ببریم. ما فعلا در سر قبرستانی های 500 فامیلی قرار داریم که منطقه به نام قبرستانی های 500 فامیلی مشهور است. میریم و با هموطن ما که در سطح شهر همراه ما سر خورده بود در برنامه رمضانی میریم و از حال احوالش پرسان میکنیم و میبینیم که در کدام حالت قرار دارن. مانده نباشی کاکا. خوب هستی؟ قراریست؟ خیلی جانجور مرق شناختی؟ بله بشی باش. روز همراه خودت سر خوردیم در بیرون نتونستیم که ما درست گپ بزنیم درباره ازی که به خاطر ما برنامه داشتیم و توضیح افطاری بود بعد اگر مردم هم توضیح می داشتیم نتونستیم گپ بزنیم با زمانگی کردیم و فعلا خواستیم که بیایم یک بار احوال تا جویا شویم. خیلی باش سلامت. حال خودت برای وطندارا خود معرفی کن. ضمن نزدیک معرفی کردی باز از تمام حالت روزمره که در کدام حالت به سر قرار داری و چگونه زندگی را پیش میبری؟ والا خب نام غفور است و کتیبی که رجع کار میکنم. این 2 اتاق کرایی دارم دیگه کارمان خوب نیست. امروز هم اصلاح نکردیم تقریبا 3 ماه میشه وقت که کاروان هیچ نیست اما باز وقت کرای خانه در 2 ماه 3 ماه داده نمیتونیم و این یا که اصلا صاحب خانه هستن دیگه ما مشکلات اقتصادی بسیار زیاد داریم دیگه. ما خودم که دست ما مایو است پایداست ما مایو است چرخودگی است. این دست پاید چی وقت چرخ خورده؟ تقریبا 23 سال میشه که ما مایو شدیم و در زمانی که من خودم مایو شدم مادرم هم شهید شد. یک همشیره 10 ساله شهید شد و 2 همشیره دیگه ما با مایو هستن. خب مقصد فامیل 12 نفری کل ما تکه پارچه شدیم. دیگه ما فعلا تو مایو با ما هستم دیگه این کلی کراچی کار میکنم. خانه کابل هستم از ولایت ما ولایت پایوان هستیم. مشکلات اقتصادی بسیار زیاد داریم دیگه. تو ما نمیتونیم که منکره خانه 2000 با پوره کنیم حتی 5 سال پیش هم پوره کردن نمیتونیم دیگه. مشکل اقتصادی و بیکاری بسیار زیاد است. اگر ما خودت امروز از طریق بنیاد خیریه و فاوندیشن کمک مواد ارتزاقی کنیم باز شما چی گفتنی دارین بر کسی که کمک براتان کرده؟ ما کسی که با ما کمک کرده ما ازشون سپاسگزاری میکنم تشکری میکنم. سلامت باشن. خیلی دیدن که کتما غریبا مسکینا کمک همکاری میکنن دیگه. خانهشان هم خیلی بینن و خوش هستیم. خداوند خوش باشه دیگه.
تا خانه خدا از پیش کسایی که ما کمک میکنن خداوند راضی باشه، ما راضی هستیم. بالاخره که رسیدیم دوستای عزیز. سلام علیکم کاکا جان، خوب هستی؟ ساعتت خوب است؟ باش که امروزتان با تماس دیم. هر چی که می آمدیم ما کامرامین نمیگفتیم این حال خلاص میشه، این حال خلاص میشه. دیم بلندترین قله البته طبق قرار داری خودتان. میشه که از حال و احوال زندگیتان بر ما بگین که شما در کدام وضعیت به سر میبرین، چگونه زندگی میکنین؟ آیا روزمره زندگیتان خوب تیر میشه یا خراب؟ زندگی ماسته خود بچه چشم خودت مشاهده میکنی، میبینی داخل هم دیدی بیرون هم دیدی. ما خودمون کارچوان هستم، اون بچه همون کار بیکار از یک بچه هم از اون سال پروان ما 30,000 پون میکش. 30,000 پون یه پیسه هم میشنه، پیسه برق میشه. این خانه رو که میبینی خانه کرایی هست. این خانه کرایی دو فامیل شده، یکی دیگه خانه، یکی دو خانه. یک فامیل همونجور که خانه خراب شد رو هم رفته خانه، این فامیل از مرگ بیرون به خود قید شده میکن. روزگار دیگه میشه خیلی بسختی دیگه، خیلی بکنی. خب ما امروز از طرف بنیاد آوا فاوندیشن خواستیم که شما را کمک مواد ارتزاقی کنیم و شما اگر کدام گفتنی داشته باشین برای کسی که این کمک کرده کمری ما در خدمت کنیم. ما گفتنی ما همین که خداوند تعالی اجر ثواب ما مبارک رمضان نصیبش کنه، خداوند تعالی توفیق بدهش که به همه مسلمانایی که میفهمن مسیح خاص برایشون کمک کنه، دست بیچاره و فقیرا رو بگیرن. ما آمدیم به نزدیکی یکی از خانه های کسایی که هم مسلک ما است، البته خبرنگار است و فعلا بسیار در یک وضعیت بد به سر میبره. با هماهنگی دوستای ما آمدیم و خواستیم که همراهشان همکاری کنیم. میریم و همراهشان صحبت های خود را می داشته باشیم. ما فعلا نزد آقای غروب صاحب قرار داریم که بیشتر از زبان خودشان میشنویم و شما هم بیننده ما باشین. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر، صحتان خوب است؟ بخیر سلامت باشین. تشریف آورید شما را و منزل غریبانه ما خوش آمدید میگم. میشه که شما خدا برای هموطنان ما معرفی کنین و بر ما بگین که شما در کدام حالت فعلا قرار دارین؟ ما زیادین غروب یک تن از فعالین رسانه‌ای در ولایت بغلان بودم که تقریبا 26 سال در رسانه‌های صوتی و چاپی بغلان ایفای وظیفه نمودیم. برای خودتان بهتر و ویداست که در حالت بسیار تکدبار در حالت بسیار یک فقر اقتصادی قرار دارم. خودتان میبینین، بیننده هایتان هم در تصویر خود دیدن که مدت 2.5 سال میشه که در کابل آمدیم. 6 ماه هم در ولایت بغلان بیکار بودم. 2.5 سال اینجا تقریبا نزدیک به 3 سال میشه که من بیکار هستم. پیش از او چی کار میکردین؟ پیش از او در ریاست اطلاعات فرهنگ بغلان در جریده اتحاد ایفای وظیفه نمودیم. قبلا در رادیوهای محلی بغلان هم ایفای وظیفه نمودیم. 12 سال در رسانه های آزاد در رادیوها، همچنان 14 سال دیگه در جریده اتحاد بغلان ایفای وظیفه نمودیم. از حاجی صاحب وحید احمدی و همچنان از جناب شما دوستا که اینجا به منزل غریبانه ما تشریف آوردین جهان سپاس میکنم. این اجر و پاداش یک به دنیا و 1000 به آخرت برای جناب حاجی صاحب و همچنان برای شما خداوند عطا کنه. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستی خاله جان؟ خوب هستی؟ بیدار هستی؟ خیر هستی؟ بخیر باشی خاله جان. میشه که خدا معرفی کنی؟ آنجا تشکر کوکوشن من گوی دارم. چهار مگی کور است، روز 50 روپیه 100 روپیه از پیسه من گوی میشه. 11 نفر عیال خوردنی هستم. یا اون کور بور ندارم، کس کارگر نیستم. من پدر از کاس پیر از اگه کوری میره از چیز جور نمیشه است.
دولت سرنگونی به سر میبرن، دولت ناداری و ناچاری. شاورم پایش ما این وز میره مارکت یک چیزی بالا میکنه یا بار مردم میبره 50 روپا و 70 روپا کار میکنه، بچه که کم تخم سیدا میکنه کارش نمیشه. به این دولت خراب قرار داره. وطنداران و دوستداران چینل یوتیوب هوا فاوندیشن، رسیدیم به قسمت پایانی برنامه. این بود برنامه ما که تا فعلا شما تماشا کردید. تا برنامه بعدی، الله نگهدار. Ramadan special donations from our foundation. بنیاد اوه، کلبه نیازمند.